دوستان عزیز، یک برادری پیام فرستاده بود که دختر خانومی هستند در افغانستان. خلاصه کلیپی از ایشان نشر شده در مورد اینکه فرمودن که 31 هزار نفر از افغانستان به حج رفتن. حج اینها قبول نمی شود، چون که در افغانستان مردم فقیر وجود دارد، در افغانستان مردم نیازمند وجود دارد و حاجیان نباید به حج برن، باید به فقرا و مستمندان کمک بکنن. دوستان عزیز، اولا حکم حج و عبادت‌های اسلامی و کمک به فقرا و مستمندان، همه اینها رو در اسلام الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. ما نباید اینطوری فکر بکنیم که به خاطر اینکه یک مشکلی رو در یک جامعه حل بکنیم باید حتما یک عبادتی رو، یک رکنی رو، یک فرضی رو، یک واجبی رو قربانی بکنیم. الله سبحانه و تعالی برای همه مشکلات جامعه ما حلولی رو در دین مبین اسلام قرار داده است. مثلا صدقه هست، زکات هست، خیرات هست، کفاره هست و احسان و نیکی و بر هست و اینها جزء وظایف مسلمان ها شده. زکات جزء ارکان دین است. این خواهر ما به جای اینکه بیان مردم رو از حج منع بکنن، مردم رو تشویق به زکات دادن بکنن. امروز من یقین دارم اگر ثروتمندان تاجیکستان هر سال زکات خود را به فقرا و مستمندان بدهند، در تاجیکستان هیچ فقیری نخواهد ماند. اگر ثروتمندان افغانستان هر سال زکات خود را به فقرا و مستمندان بدهند، در افغانستان هیچ فقیری نخواهد ماند. ما به جای اینکه بیاییم مردم را از حج منع بکنیم که یک عبادت هست، چرا مردم رو تشویق به عبادت دیگری نکنیم که مشکلات جامعه ما را، مشکلات اجتماعی ما را حل می کند؟ این یک نوع امخانی و همگرایی با ملحدین و با دشمنان دین است که ما مردم را از یک عبادتی منع بکنیم به خاطر اینکه بالا در جامعه فقیر وجود دارد. اگر ثروتمندان جامعه ما درد فقرا رو درک بکنن، نیازی نیست که ما مردم را از حج منع بکنیم. وانگهی باور کنید که بیشتر همینایی که به فقرا و مستمندان کمک میکنن همینایی هستن که به بقیه عبادات و شعائر دین پایبند هستن. همون حاجی که به حج میره ببینید که همون است که به فقرا و مستمندان هم کمک میکنه. حج جز ارکان دین است خواهر گرامی. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله سبحانه و تعالی واجب کرده از حج بیت الله را برای کسانی که استطاعت دارن. نگفته که شما مثل نماز حتما باید در هر صورتی برید حج. مثلا در نماز مریض هستی باید نماز بخوانی، نشسته نماز بخوان. نمیتوانی بخواب نماز بخوان. نمیتوانی دراز بکش با اشاره نماز بخوان. المهم نمازت رو بخوان. در هیچ صورتی الا کسی که بیهوش باشه، حواسش عقلش سر جاش نباشه، در هیچ حالت دیگری نماز آب نیست، تیمم بکن. اما در مورد حج گفته من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعتشو داره، استطاعت هم بدنی و هم مالی، یعنی زکاتش رو داده است، خرج و مصارف خانوادهش رو داده است. حتی بعضی از علما میگن تا 1 سال خرج خانوادهش رو داشته باشه، بعد از اون اینو بهش میگن استطاعت حج رفتن رو داره بره حج. وانگهی حج که از بناهای اسلام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 بنا استوار است: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقامت الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج بیت الله الحرام جز ارکان دین است. دین ما یک دین کامل است خواهر گرامی و همه کسانی که این شبهه در ذهنشان هست. در دین ما اگر زکات داده شود، اگر صدقات داده شود، اگر هر کس وظیفه انسانی و ایمانی خودش را انجام بدهد، در جامعه فقیر و مستمند و
بی بضاعتی نمیماند که ما مجبور شیم مردم رو بگیم حج نروید، به فقرا کمک بکنید. اما یک مسئله دیگری که همه علمای جهان اسلام بر او اتفاق نظر دارند این است که حج یک بار، عمره هم یک بار. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عمره کردن، یک حج کردن. یک بار که حج کردی این حج فرضی رو ادا کردی. حج بعدی که میری اگر همسایت مستحق است، فقیر است، اگر در شهر و دیاری که زندگی میکنی مردم محتاج و فقیر و یتیم و بیوه‌ای وجود دارد، بهتر آن است که پول مصرف حجی که این رو حج تطوعی میگن یا حج نافله میگن، پول این حج رو با اونها کمک بکنی. یک حج کردی، فرضت ادا شد، دیگه هوس نکن که هر سال بروی حج. بعضیا رو ببینی افتخار میکنن که من والا 10 تا حج کردم، 15 تا حج کردم، 30 تا حج کردم. یکیش برای تو فرض بود. بقیه این حج ها رو پولش رو به فقرا و مستمندان کمک کردن بهتر از حجی بود که انجام دادی و بهتر از حجی است که میخوایی انجام بدهی. و ما در دینمون یک نوع تکاملی داریم بین معاملات و بین عبادات. یعنی ما نباید که بر حساب معاملات مردم را از عبادات منع بکنیم و به بهانه عبادات مردم را از معاملات منع بکنیم. دین ما دین عبادت است، دین ما دین معامله است. دستگیری کردن، کمک کردن به فقرا و محتاجین وظیفه هر مسلمان است. همانطوری که حج کردن یک بار در زندگی رکن دین است و واجب و فرض است بر هر مسلمان. بعضی از عبادت ها در یک وقت محددی است برای انسان. من استطاع الیه سبیلا، کسی که وقتی که استطاعتش رسید، بعضی چی میکنن؟ از بانک قرض میکنن میرن حج، از مردم قرض میکنن میرن حج، قرض مردم رو نمیدن میرن حج. این غلط است. قرضدار استطاعت نداره، خرج و مصرف حج رو نداری، استطاعت نداره. این انسان بالای او حج فرض نشده. این یک قیدی در اینجا گذاشته شده، من استطاع الیه، کسی که استطاعت داشته، استطاعت مالی و جانی. پس این در یک زمان و مکان محددی بر انسان فرض میشه. طرف اومد امسال استطاعت داشت، مثل خواهر گرامی ما ملاهای نیمچه ملاهای آخر زمان پیدا میشن، تو حج نرو، پولتو به فقرا بده. خواهی امسال پول حجش رو داد فقرا، سال آینده شاید استطاعتش رو نداشت. این یک فرصتی بود که تو از دستش گرفتی. ثانیاً به کدام دلیل؟ آیا الله در جایی گفته که تو اگر بالای تو حج فرض شد استطاعت داشتی، نه حج نرو، برو با مستمند فقرا کمک بکن؟ نه، پول زکاتتو بده به فقرا مستمندان. صدقه بکنید، احسان بکنید، بر بکنید، دستگیری بکنید و در حین حال استطاعتش رو داشتی حج رو هم انجام بده. و همونطوری که گفتم همه علما بر این اتفاق نظر دارن که کسی که یک بار حج کرده بار دیگر میخواهد حج بکند، اولاتر این است که به فقرا و مستمندان که در شهر و دیارش هستن، کسایی که در دور و برش هستن، به اونها کمک بکنه تا اینکه بره حج بکنه یا عمره بکنه.